به نام خالق یکتا و بی همتا. چند روز پیش ما یه صحبتی داشتیم در مورد گروهی از جهنمیان. یه گروهی از زنها را معرفی کردیم که پیامبر گفته اینا جهنمی هستن، ولی انگار به این برادرمون برخورده. وقتی من گفتم اینا جهنمی هستن، ایشون با کنایه اینجا نوشته تو جنتی هستی. اولا من حدیث پیامبر رو بیان کردم، گفتم که پیامبر گفته اینا جهنمی هستن، از خودم نگفتم. من کاری به برداشت شما ندارم که از حرفای من چه برداشت کردیم. تا جایی که من میدونم برداشت شما جوریه که انگار من همه رو جهنمی گفتم، خودم رو فقط بهشتی گفتم. این برداشت شماست. من چنین باوری ندارم. این که ما مردم رو دعوت میکنیم، منظور ما این نیست که ما بهشتی هستیم شما جهنمی هستیم. ما فقط پیام الله و رسول را برای شما میرسانیم. ما هم از خاتمه کارمون خبر نداریم، ما از کسی برتری نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ کس با عملش وارد بهشت نمیشه مگه این که خدا بهش رحم کنه. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه میفرماید اگر روز قیامت یک پام داخل بهشت باشه، یک پام بیرون بهشت باشه، بازم در امان نیستم. ما که باشیم که مردم رو قضاوت بکنیم؟ ما وقتی تکلیف خودمون معلوم نیست چطور میتونیم درباره دیگران قضاوت بکنیم؟ من هیچ عملی ندارم که بهش مغرور باشم، ولی خدای بزرگی دارم. ما نمیتونیم با اعمالمون وارد بهشت بشیم، ولی هیچ کس هم نمیتونه ما رو از رحمت خدا ناامید بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کس بگوید لا اله الا الله وارد بهشت میشه. علما میگن بهشت پر از گناهکاران هست، منم یکی از همون گناهکاران هستم. گرچه بنده لایقی نیستم، ولی امیدم به رحمت خداست. گرچه ما برای خدا بندگی نکردیم، ولی پروردگار من رحمتش بزرگه. امید هست که منم وارد بهشت بشم. هیچ مسلمانی حق نداره از رحمت الله ناامید بشه. اللهم انی اسألك الجنه و اعوذ بك من النار. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.